آیات‌های قرآن کریم هستند که اگر میگوید امروز نفس را نجات دادید گویا که شما کل بشریت را نجات دادید. تروریسم این عموما این وحشانیت است. انسان وقتی وحشی گفتی او علیه انسان نیست. این نظری من در ترکی در سن پترزبورگ شد این از حسابی بی‌سوادی میشود. بعضی نه تنها قرقیزستان و تاجیک‌ها را مشکل میکنند اونجا همه را سبب ترکاندنشان راست گپ نمیدونم نکید در کار نیستند. حادثه‌ای که در سنه 3 اپریل ساعت 14:40 در سن پترزبورگ رخ داد از زبان یک پیرزن شنیدم. او پیرزن در تهلکه بود که فرزندش در همون نزدیکی‌های ترکیش استقامت می‌کرده است یا اون تحصیل است. نمی‌دونم وقتی که راه می‌رفتم او از من می‌خواست که من تلفنم رو زنگ زند برای فرزندش. برای چی گفتم او ساعت دقیقاً اون وقت 15:30 بود یا 15:40 بود. دقیقاً ندارم نه که همون هدفی که پیرزن بود از همون شنیدم که ترکیش به عمل آمده است و من نیز همچون یک جوان همچون یک فرد جامعه تاجیکستان که البته آسیبی که رسیده میشد برای ما هم یک تاثیر خود میرساند برای اینکه تهلکه که اونجا یک حادثه میشد اینکه تهلکه به مادر تاجیک و فرزند تاجیک میرسد که یعنی خیلی اقربای آنها در آنجا مهاجر هستند. تمام خلق‌های روی دنیا کتی نقص حیات و زندگی بردن هم میبره. ما همه آدمای انسانی خیلی آدم دوست برای همون و آدمایی که برای رسیه خلال رسانه آدمای و میکشد ما مقابل همونو. اگر آدم از خوردی تربیت معرفت اخلاق میداشت با این کارا دست نمیزد. این تروریسم عادی است. این نسبت آدمی نفرت داشتن همون شخص ها است. برای فرق ندارد که در این ترکیش کودک میمورد، پیرانسال میمورد، خانه ویران میشد. برای فرقیتی ندارد. عموما گفتنی هم شخص ترور نه دین و نه دیانت دارد. عملش چیست که بر خلق خیانت دارد. مقصد و منظور ترور این خیانت کردن است. فرقی ندارد خواه بر روسیه باشد خواه بر تاجیکستان و برای دیگر دولت.